مشروع مردم است. آزادی بیان حق مشروع مردم است و به جاده برآمدنها حقوق خود را خواستن حق مشروع مردم است. بناهن همسایه هایی که گل می پاشند مسلما روزی به سرشان گل پاشیده میشه. همسایه هایی که بم می فرستند، وحشت می فرستند، مطمئن باشند که اون وحشت دامنگیر از او میشه. من سخت متاسف هستم که رئیس استخبارات پاکستان به افغانستان آمده، وقتی که از پیشش سوال میکنن که هدف سفر شما چی بود، بسیار جالب تشریح میکنه که به خاطر تحکیم روابط اقتصادی سرحدات. بناهن معلوم است که این یک مداخله مستقیم در امور افغانستان است، در حالی که ما روابط نهایت حسنه، صمیمانه، فرهنگی، زبانی، اسلامی با مردم تاجیکستان با مردم پاکستان داریم. امیدوار هستم که سیاستمدارای پاکستان در این راستا توجه بکنن و تغییر موضوع بدن. من نمیخوایم که راجع به کشور تبصره بکنم. همه قدر میگم که تروریست است، جنایتکار است، آدم ربا است، قاچاقچی مواد مخدر است. چهره هایی که امروز افغانستان تهدید میکنه، مطمئن باشین که عامیانشان هم فردا تهدید میکنن. اگر اونا هر کسی هر چقدر پول مصرف بکنه در افغانستان و خواست مردم افغانستان را با خود نداشته باشه، حمایت مردم اصیل افغانستان را با خود نداشته باشه، فکر میکنم که نتیجهش منفی هست. مطبوعات آزاد است، بگذارین که هر رسانه حرف خود داشته باشه و هر رسانه گپ خود داشته باشه. من امیدوار هستم که چیزهای واقعی و عینی جامعه باید از طریق مطبوعات انعکاس داده شود.